جا همون رودخانه بزرگیه که داخل شهر. ما همجور یواش یواش دیگه از این ترن به اون ترن سوار شدیم تا رسیدیم به سمت مدرسه پویا. فکر میکنم از اینجا که بریم مدرسه پویا رو پیدا کنیم. دوست دارم از قسمت منظره مدرسه پویا یک فیلمی بگیرم. اون روز گرفتم خراب شد. الان این رودخانه قواروش هست، ماشین های اونجا قسمت اون رستورانه و این طرف هم که پارکینگ دوچرخه هاست. احتمالا مال همین دانش آموزا باشه. خیلی پل زیبای قشنگیه واقعا. کیفش در همینه، سر تا سر رودخانه. حالا مدرسه پویا که رسیدم، اگر واقعا همین جا بود دوباره فیلم میگیرم، به خاطر که ما امروز در اومدیم همینجا به طوری که بدونیم هی سوار اتوبوس میشیم، از این اتوبوس به اون اتوبوس، از این ترن برقی به اون ترن برقی، تا از یک جایی بالاخره سر در بیاریم. قربانتون. چهارشنبه ساعت 11 صبح.